من 1 ساله که زبان نخوندم و 48 ساعت دیگه باید توی یه مصاحبه مهم زبان شرکت کنم. من یه مصاحبه مهم زبان دارم و برای این مصاحبه لازمه که سطح خودم رو به سطح ادوانس برسونم توی مکالمه زبان تا بتونم توی این مصاحبه قبول بشم. حالا من توی چت جی پی تی سرچ کردم و ازش خواستم که گرامرهای مهمی که برای سطح پیشرفته هستن رو به من بگه که من برم اونا رو تمرین کنم. Ever encountered such a generous man? Everything step by step. First, what does inversion mean? Inversion is the noun. این گرامر خیلی سخته. این فقط 20 دقیقه آموزش گرامره. چرا انقدر دارم کثافت می‌نویسم؟ نگاه کن. دیگه ساعت 12 شبه. فردا 7 صبح بلند میشم. 7 صبح. شاید 6 صبح. که بشنم اونو بخونم. نمیدونم. چراغ‌ها و پایه‌ای که شکسته. این خیلی خوبه ها، فقط بدیش اینه که بذار اینجاهاش خرابه. خیلی خوب خوشگل کرده میزو. ببین من این دفتر رو دارم. خب بعد از صفحه های اول شروع کردم کلمات و لغاتی که حالا تو کلاس زبان یا میشنوم یا تو آهنگا میشنوم یا توی فیلم ها میبینم و توش مینویسم با معنی دیکشنریش و خب هر چند وقت یه بارم میام اینو مرور میکنم که یادم بمونه. الان کلی کلمه جدید اضافه کردم و نوشتم و توی وسط دفتر سوالاتی که توی مصاحبه ممکن ازم بپرسن و مینویسم. در حد 1 صفحه مینویسم با اون گرامری که یاد گرفتم و این کلماتی که تو دفتر هست از همه اینا کمک میگیرم و مینویسم و بعد از اینکه کامل نوشتم سعی میکنم حفظش کنم و میرم جلوی آینه تمرین میکنم که هم حفظش بشم هم راحت بتونم توی مصاحبه جواب بدم. و برای اینکه بتونی سطح تو واقعا به اون سطح بالا برسونی نیازه که مثلا چند ماه متوالی تمرین کنی. خب ولی اینکه خیلی حفظش کنی و جلوی آینه تمرینش کنی بهترین روشه. منم همینو میخوام توی مصاحبه فقط سطحم بره بالاتر. همین. من اومدم سوالات مصاحبه رو انتخاب کردم و در موردشون نوشتم. حالا شما میتونید بیاین راجع به زندگی روزمره، خاطرات یا هر چیز دیگه بنویسید و سعی کنید حفظش کنید و خب جلوی آینه تمرین کنید. و این حفظ کردنه به خاطر اینه که خب کلماتی که داریم به کار میبریم کلمات جدیدی هستند. یعنی من تو یه روز اون کلماتو خوندم و خب تو حافظه بلند مدتم که نرفته فقط و حتی مثلا ممکنه یادم بره اون کلماتو و برای اینکه بتونم ازشون استفاده بکنم توی جمله باید حفظش کنم چون من توی یه روز اونو یاد گرفتم. این حفظ کردنه باعث میشه این تو حافظت بمونه. فقط تنها کاری که باید بکنی اینه که هر چند وقت یه بار بیا یه نگاه به اون گرامره و لغات و جمله هایی که نوشتی بندازی تا یادت بیاد. همین. الان برقامون رفته. من دارم این سوالا رو حفظ میکنم. من 2 تا از سوالا رو نوشتم. البته جوابشون رو یکم به کمک چت جی پی تی در آوردم که بهتر و حرفه‌ای‌تر باشه جوابا. 2 تاشون رو کار کردم، حفظشون کردم. 2 تا دیگه مونده. اون 2 تا دیگه هم در بیارم تمومه. I don't want to be a procrastinator girl and I want to be well organized.
اون دوتای دیگه که مونده بودم خوندم، بالاخره تموم شد. مثلا دیگه دیر وقته، فقط میمونه فردا که میخوام برم مصاحبه رو بدم یه دور روی این 4 تا سوالم بخونم. و من تو چت جی پی تی سرچ کرده بودم، کلا این 4 تا سواله اصلیه که تو مصاحبه ازت میپرسن. به خاطر من فقط همین 4 تا رو ولی خب مفصل خوندم. فکر کنم کافی باشه، بیشتر 4 تا ازم نپرسن. هم گرامرهای قدیمی رو کار کردم، هم چند تا گرامر جدید یاد گرفتم، هم کلی کلمات و لغات جدید یاد گرفتم. حالا امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.